درود به روان پاک شهدا. سلام، اینجا توصیه ترافیکیه و ما قصد داریم در رابطه با ترافیکی صحبت بکنیم که تو خیابون‌ها تو جریان نیست، بلکه تو گوشی‌هامونه. امروز بخوایم در رابطه با رژیم خبری صحبت بکنیم. همونطور که بدن ما نیاز داره به یه رژیم غذایی مناسب، ذهن ما هم باید براش یک ورودی درست و منظم بذاریم تا هر چیزی، تا هر اطلاعاتی و هر خبری وارد ذهن ما نشه، چون میتونه بسیار آسیب رسان و مضر باشه. پس امروز برنامه‌مون رژیم خبریه. امروز در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فرخی هستیم که خیلی لطف کردن و افتخار دادن و تو برنامه ما شرکت کردن. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. روزتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. عرضم به حضورتون من فرخی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و در رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در خدمتتون هستم. امروز روز خیلی خوبیه. امروز می‌خوایم در رابطه با یک موضوعی صحبت کنیم که بیشتر ذهن ما رو مشغول میکنه و اون هم رژیم خبریه. همطور که میدونین خیلی از جاها ما میبینیم که اخبار و اطلاعات زیادی رو به ما وارد میکنن. ما می‌خوایم بدونیم که چطور میشه جلوی اینا رو گرفت و یه تعریفی از رژیم خبری به ما بدید. من قبل از اینکه وارد مقوله رژیم خبری بشم دارم فکر میکنم که یه بازنگری فرهنگی بکنیم جامعه ایران رو و تحولاتی که رخ داده. اگه براتون گردونم یه چیزی اولوش 120 سال پیش ما در دربار قاجاریه به اصطلاح میبینید که مقوله سینما وارد میشه، یعنی یک تزریق اطلاعات یک سویه از سوی سینما به جامعه، ولی در درون به اصطلاح دربار باقی میمونه. بعد میرسیم چیزی اولوش میتونم بگم 100 سال پیش، سال 1319 رادیو شکل میگیره، رادیو ملی ایران، و در اون سال کم کم رادیوها وارد خونه ها میشه به تدریج و اخبار جنگ رو دریافت میکنن، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. تو اون بینابین موسیقی هایی از خواننده های مختلفی داریم مثل مهوش و مانند اون. بعد میایم جلوتر، مثلا 1337 تلویزیون ملی ایران شکل میگیره که این روند ادامه پیدا میکنه. همش رو میبینی که این به اصطلاح دریافت اطلاعات یکسویه است و این به اصطلاح مراحل ادامه پیدا میکنه تا میرسه دوران بچگی ما. یه 3 تا شبکه خبری، 3 تا به اصطلاح شبکه داشتیم، کانال 1 و کانال 2 و کانال 3 و برنامه‌هاش هم از 4 بعد از ظهر شروع می‌شده تا مثلا 10 11 شب. بعدش هم قبل و بعدش هم یه سری خطای رنگی تو تلویزیون می‌دیدیم و قبلش هم برفک بود، چیز خاصی نمی‌دیدیم. بنابراین می‌بینیم که این جریان اطلاعاتی که داره شکل می‌گیره یک مجال و مفری برای آحاد مردم ایران قائل می‌شده که زن و شوهرها، پدر و مادرها، بچه‌ها با والدینشون بتونن ارتباط دو سویه داشته باشن و یک سویه نباشه. و ما این روند و جریان اطلاعاتی که دریافت می‌کردیم در وقتی که دقیق‌تر بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به اصطلاح علاوه بر این که به ما زمان آزاد میداده، این بوده که خیلی وقتم نمیذاشتیم. اگه یادت باشه موقعی که ما بچه بودیم پدرمون وقتی میخواست ساعت مثلا 8 شب اخبار نگاه بکنه، همون 1.5 ساعتی هم که میخواست نگاه بکنه ما کلافه میشدیم، میگفتیم چرا مثلا پدرمون بهمون توجه نمیکنه. دقیقاً همینطوره. و یه مقدار ناراحت کننده بود، یعنی ما متنفر بودیم از دریافت یا دیدن اخبار. خب بعدش این جریان توی مثل اینکه دهه 60 میلادی یه مطالعه انجام میدن، یه موشی رو میذارن توی قفس و بهش یک کلیدی میدن که اگر اون کلید رو فشار میداده یه جایزه بهش میدادن و این موشه رو بررسیش میکنن به مدت طولانی و این دکمه رو فشار میداده و جایزه میگرفته. اتفاقی که میفته بعد از یه چیزی اولوش 1 ماه 40 روز میان تو قفسی کناری جنس مخالفش رو قرار میدن و اجازه میدن که بهش به اصطلاح به سمت جنس مخالف بره، ولی اون ترجیح میداده کلید رو فشار بده. توی قفس اون یکی قفس مجاورش میان براش چی میذارن؟ یک سری مواد غذایی که خیلی دوست داشته، هر موشی دوست داره رو براش قرار میدن. بازم میدیدن که موشه ترجیح میده که دکمه رو فشار بده، نه به سمت جنس مخالف میرفته نه به سمت غذا میرفته. خب و وقتی که فیزیولوژیستای که میدونی که فیزیولوژی اساس علم شناختیه و وقتی که دقیق شدن دیدن که باعث میشه که هورمون دوپامین توی
مغز موش ترشح بشه. یعنی یک حالت اعتیادی نسبت به قضیه پیدا بکنه و خودت بهتر از من میدونی که کسایی هم که به اصطلاح اعتیاد پیدا میکنن به مواد مخدر اون لذت رو اول دریافت میکنن و به خاطر ترشح دوپامین وقتی که دارن مصرف میکنن مغز یه احساس نیاز نمیکنه که خودش دوپامین بسازه و وقتی که این ماده مخدر هضم میخوان بکنن میخوان برن تو ترک اعتیاد چون دیگه مغز دوپامین نمیسازه احساس خوشنودی بهشون دست نمیده و به خاطر همین دوباره ریلپس دارن دوباره برمیگردن به اون به اصطلاح روند قبلی خودشون و دوباره معتاد میشن. بنابراین افراد معتاد رو خیلی نباید انتظار داشته باشیم که ضرورتاً ترک اعتیاد بکنن. خیلی از موارد دیگه هم که اعتیاد وجود داره، مثلا اعتیاد به ورزش، اعتیاد به مطالعه، اعتیاد به تلویزیون تماشا کردن، اینا همون دوپامینیه که ترشح میشه و دلیل نداره که حتما مواد مخدر باشه. دوپامین تو هر فرآیندی ترشح بشه آدم به اون اعتیاد پیدا میکنه، مثل همون کلیدی که موشه داشته میزنه. دقیقاً. و حتی در اون قفسه هم براش باز میذارن که موشه بره ولی موشه ترجیح میده تو قفس بمونه و اون دگمه رو فشار بده که اون لذت براش حادث بشه. خب حالا این دگمه رو میایم جلوتر یه ذره، یعنی تو روند تاریخیمون ما این جریان به اصطلاح ارتباط یک سویه رو تقریبا تا اوایل دهه 90 میلادی در ایران داشتیم، تا زمانی که اولین نسل موبایل ها میان و اون دگمه کم کم رو صفحه گوشی نمایان میشه و ما میبینیم که به اصطلاح با فشار دادن اون این دفعه داریم اون موشه رو مشقش میکنیم. اون فیزیولوژیستا خب به اصطلاح این دانش رو ایجاد میکنن برای مهندسین که شما در نسل آیندهتون وقتی دارید تحول آفرینی میخواید انجام بدید برید سراغ همچین گجتایی. خب اگه یادت باشه باز ما کم کم مثلا توی دهه 80 میلادی کم کم دستگاهی مثل آتاری و سگا و اینا اومد که اون هم به ما به بچه‌ها احساس لذت میداد و وابسته شون میکرد و کندنشون مسئله ساز بود و مشکل ساز بود در به اصطلاح اتفاقی که داخل خانواده ها میفته و این تحول به اصطلاح نسلی باعث ایجاد تغییر فرهنگ تدریجی در ما میشه. میایم توی قرن حاضر و میبینیم که گوشی هوشمند شکل میگیرن و در دسترس عموم قرار میگیره. اگر یادت باشه مثلا تو اوایل دهه 90 که تازه گوشی ها اومده بود برای ما به اصطلاح یه چیز لاکچری بود، فکر میکردیم اگه داشته باشیم دیگه خیلی دیگه و همه نگاهمون میکنن، ولی الان یه چیز روتین شده و به تدریج مردم باهاش آشنا شدن و دارن ازش استفاده میکنن، ولی این استفاده برنامه داره. خب ما اگر دقت بکنیم، حالا برمیگردم به سوال اول شما، یعنی برمیگردیم میبینی که در سده اخیر ما یک تغییر رفتاری، الگوی رفتاری درمون داره شکل میگیره. اگه بخوام جمع بندی بکنم مطالبم رو تا اینجاش اینه که ما شروع میکنیم از یک در اصل بیوگل یا شیپور یک سویه، کم کم این فرآیند میخواد دو سویه بشه. خب یعنی همه که دخالت کنن توی اخبار، همه دخالت بکنن توی اخبار، تو اطلاعات. بعد میبینی که بعضی از شبکه‌ها هم راجع به شهروند خبرنگار صحبت میکنن. بعد ما راجع به یه بازار داریم صحبت میکنیم، بازاری به اسم خبر. هر چقدر ویور بیشتر باشه، مخاطب بیشتر باشه، طرف بازار مهمتری داره. خب بعد شبکه‌های خبری رو نگاه میکنید، شبکه‌های خبری معروف رو میشناسین، فاکس، CNN، BBC و امثال هم، اینا در حال رقابت دائم با هم دیگه هستن برای اینکه جلب مخاطب بیشتری بکنن و این جلب مخاطب صرفا محدود به اون مانیتور تلویزیون نمیشه، بلکه میره روی ویزورهایی که به عنوان گجت موبایل یا سلفون در اختیار همه ما هست و ما میخوایم نشون بدیم که علاقه‌مند هستیم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ما به اصطلاح وقتی که دوباره روند تاریخی داستان رو نگاه میکنیم اینه که ما در گذشته یه تایم خیلی محدودی به توجه به اخبار نیاز داشتیم، ولی بسته به شرایط، اتفاقات و تحولاتی که در سطح جامعه میفته ما احساس نیاز بیشتری به قضیه میکنیم. اینها خیلی به اصطلاح بایستی به طور ماتریسی یا شبکه‌ای هم بهش نگاه بکنی، یعنی
یک چیز فردی نیست. ببین شما میبینی که دنیا در حال تحول اقتصادیه. از بعد از جنگ جهانی دوم یه دفعه ما تحول صنعتی رو داریم در اروپا و این تحول صنعتی با خودش تحول اقتصادی رو به همراه داره. در کشورهای خاورمیانه ما تحول اقتصادی رو منشأ گرفته از نفت می‌دونیم. یه مقدار خارج از صحبت خودمون شدیم ولی سعی می‌کنم زود ازش گذر بکنم. و این افت و خیزهایی که در کشورهای مثلا خاورمیانه یا در کشورهای اروپایی که در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اون بحث چشم و همچشمی اقتصادی و رقابت‌های اقتصادی همه کمک می‌کنه که بیزنسمن‌ها و به تبع اونها پرسنلشون، منابع انسانیشون به دنبال این برن که چه کار بکنن که تحول بهتری رو بتونن رقم بزنن و در صحنه رقابت عقب نمونن. بنابراین بایستی دنبال بکنن یک سری اخبار رو و این اخبار کدوم اخبار؟ اخبار اقتصادیه، تحولات بورس، خب بازار سهام و بازار ارز، خب بازار طلا، اینها روندشون چطوریه، کجاها میتونن ورود بکنن، چه زمانی بایستی چه چیزی خریداری بشه، چه زمانی فروخته بشه. همه اینها احساس نیاز رو ایجاد میکنه که افراد علاوه بر اون مقوله شناختی داستان برای بقا و ادامه حیاتشون و رقم زدن موفقیت که باز مجددا منجر به ترشح دوپامین میشه، چون من میخوام پیش رئیسم خودم رو بهتر معرفی بکنم و اگر بهتر معرفی شدم این حس خوشایندی به من میده و این حس خوشایندی فقط در مغزم نیست بلکه در جیبم خواهد بود. همه اینها در کنار هم دیگه احساس نیاز به اخبار اقتصادی رقم میخوره. ولی ما صرفا محدود به تحولات اقتصادی نیستیم، بلکه تحولات اجتماعی برگرفته از تحولات سیاسی رو هم داریم و یه به اصطلاح نیاز دائمی فراتر از اون تحول اقتصادی هستش. چون من مردم عادی که در سطح جامعه زندگی میکنم دارم فکر میکنم که به چی فکر میکنم؟ به اینکه من بالاخره خیلی گرسنم نمیخوام شهر، در نتیجه انقدرم شاید پول نداشته باشم که بخوام وارد صحنه اقتصادی بشم، ولی دوست دارم بدونم که روندی که در جامعه داره سیر میشه به چه صورته. بنابراین میرم سراغ اخبار و این اخبار، باز برگردم یه فلش بک به صحبت اولم بکنم، قبلا یک سویه بوده و محدود، الان دائمه. یعنی در هر لحظه در طول شبانه روز من اراده بکنم نصف شب بدخواب میشم، چشمو که باز میکنم گوشیمو روشن میکنم ببینم که چه اتفاقی داره میفته. صبح که چشممو باز میکنم اولین چیزی دستمو میگیرم قبل از اینکه به همسرم سلام بکنم یا حتی سرویس بهداشتی برم، گوشیمو نگاه دارم میکنم تو رخت خواب ببینم که چه اتفاقی در افتاده در یه جای دیگه جهان، خب یا چه اتفاقی قراره بیفته اون روز که من میخوام برم سر کارم یا به اصطلاح روز تعطیلم رو قراره چطوری شروع بکنم، کجا زلزله اومده، کجا سیل اومده، هاریکین در آمریکای مرکزی چه خسارتایی به فلوریدا وارد کرده و امثال هم. یعنی که با یک حجمه ای از اخبار مواجه میشم و این حجمه ای از اخبار گاهی اوقات باعث میشه که اون خط و خطوط فکری من رو جهت بده از یک سو و از سوی دیگه این که من فکر کنم که من کدوم خبر رو بیشتر دنبال بکنم و این کدوم خبر رو بیشتر دنبال بکنم باعث میشه که من اون کلیک کردن روی اون صفحه‌ای که جلوی موش گذاشته بود، چون ما هم یه پستان داریم و از نظر ژنتیکی یه چیزی هولوش 98% مشابه موش اون جاندار کوچیک هستیم، بنابراین رفتارهای مشابهی رو از منظر فیزیولوژیک انتظار داریم که تکرار بکنه و این اتفاق رقم میخوره و اون اعتیاده به تدریج شکل میگیره. حالا آثار طبیعی اون اعتیاد چه چیزایی خواهد بود؟ اولا اینکه بعضی از اخبار میتونه ناراحتمون بکنه یا به اصطلاح خوشحالمون بکنه و اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر هورمون دوپامین که در مغز ترشح میشه، هورمون‌هایی مثل کورتیزول و آدرنالین هم ترشح میشه و اینها همه باعث میشه که تو بهتر از من میدونی که کورتیزول وقتی بالاتر میره باعث میشه که خوابت به هم بخوره، شب راحت نخوابی، استرس‌زا هستش و
تو خانوما باعث میشه بعضا تنبلی تختان همراه داشته باشه، کبدت چرب بشه، چاق بشی، فردا صبحش که بیدار میشی حال خوبی نداشته باشی چون خواب کافی دریافت نکردی، رفتارت با اطرافیان تحت تاثیر قرار بگیره و اون رژیم خبری که اول صحبتت پرسیدی باعث میشه که به اصطلاح ما اون نظم و نظامی رو که میخواستیم داشته باشیم دیگه اون رو از دست میدیم و یک رفتار متفاوت و ناخرسندی رو از خودمون به منصه ظهور میذاریم. آثار طبیعی و اجتماعیش خیلی گسترده است و شما در طول روز بدخلقی ها رو در حین رانندگی مشاهده میکنید و این بدخلقی ها صرفا به خاطر این نیست که افراد مشکل اقتصادی دارن، بلکه مشکل هورمونی این دفعه پیدا کردن از منظر فیزیولوژیک و ما یه علمی رو داریم بهش میگیم سیستمز بیولوژی یا زیست شناسی سامانه ها. تو زیست شناسی سامانه ها داره به زبان ساده به ما میگه که اون دیدگاه قدیمی که اگر یه سوزنی کسی تو پاتون فرو کرد این پیامش از طریق عصب منتقل میشه به شبکه عصبی نخاع، میره به مغز، بعد یک پاسخی برمیگرده و پاتون رو شما تکون میدی، صرفا محدود به اون نیست. در اونجایی که سوزنداری شما وارد میکنی در اون سلول یا بافت شما تعداد زیادی به اصطلاح مولکول ها دستخوش بیان بیشتر میشن، نسخه برداری میشن، ترجمه میشن و این نشر پیدا میکنه به سلول های اطراف داخل اون بافت و در داخل بافت های مجاور. اگرچه ممکنه هر چقدر از مرکز دریافت پیام یا سیگنال شما دورتر میشید شدتش کمتر باشه، ولی این میتونه یه تحول ایجاد بکنه. حالا این رو دوباره برگردونیم به رژیم خبریه. وقتی ما اعتیاد پیدا میکنیم که دائم کلیک بکنیم، همه اون تغییرات هورمونی صرفا تغییرات هورمونی و عدم تعادل هورمونی نیست، بلکه آثار تبعیش در سطح مولکولی و در سطح سلول ها روی ما به طور گسترده میتونه تاثیرگذار باشه و همه اینها میتونه به راحتی حالمون رو از اون آدم فعالی که در 50 سال پیش بود، شاد و خرسند بود، ارتباط دو طرفه درون خانواده، شبکه دوستی داشت شکل میگیره، اونها محدود شده به اون ویزورهایی که ما داریم دائم نگاش میکنیم و در طول شب که میرسیم خونه عوض این که به همسرمون نگاه بکنیم از اتفاقات روز صحبت بکنیم به گوشیامون داریم نگاه میکنیم و همه اینها میتونه آثار گسترده‌ای داشته باشه. یکی از اون آثارش این هستش که ما در جامعه‌ای به سر میبریم که فرزندآوری رو خیلی دارن ترویج میکنن، همون شبکه‌های خبری. خب و این محدود کردن خودمون به اون ویزورها باعث میشه که روابط زناشوییمون هم حتی تحت تاثیر قرار بگیره و بنابراین اون فرهنگ فرزندآوری که از یک سو داره ترویج میشه مخفول واقع بشه. خب چون که باز اون ناخرسندی های ذهنی که در مغزمون داره شکل میگیره مجال این که به سایر لذت هایی که اون موشه هم ازش پرهیز میکرد از اونها ما هم پرهیز خواهیم. منظور نظر آقای دکتر اینه که تمام این چیزهایی رو که الان ایشون فرمودن در رابطه با خبرها میتونه کل سیستم بدن ما رو به هم بریزه. یعنی چی؟ یعنی الان برای این که ذهن ما دچار مشکل میشه هورمون ها هم به هم میریزه. این هورمون هایی که میریزه وقتی که آقای دکتر در مورد کورتیزول صحبت میکنن، کورتیزول یک هورمون ساده نیست، یک هورمون استرسه، یعنی قند رو بالا پایین میکنه، میتونه سیستم تنظیمی مغز، هیپوفیز و حتی غده‌های فوق کلیوی رو همه رو به هم بریزه. پس به این ترتیب فقط یک اختلال هورمونی ساده نیست، بلکه کل بدن ما دچار یه آسیبی میشه، آسیبی که به تدریج خودش رو نشون میده. یعنی شما در روز اول که خبر رو میشنوید دچار این حالت نمیشید، بلکه این افزایش هورمون هی بدن رو عادت میده به سمتی که اون سیستم خودتنظیمی اتورگولیشن هیپوفیز و هورمونی و اعصاب همه آسیب ببینن و ریختشون به هم بریزه. حالا این میتونه هم تو خلقمون ایجاد تغییر بکنه، هم تو روابطمون. آقای دکتر خیلی زیبا فرمودن و ما همچنان میخوایم از صحبتشون استفاده کنیم. آقای دکتر میخوام بدونم که چرا اخبار منفی اینقدر رو ما تاثیر زیادی میذاره؟ اخبار منفی رو بیشتر توی خبرها میبینیم
و اینا دلشون میخواد که بیشتر خبرهای منفی رو بذارن. دلیلش چیه؟ سوال خوبیه، ولی به اصطلاح ذهن ما میتونم بگم آموزش دیده از منظر اینکه توی روابط اجتماعی اونم اگه دقت بکنی این مسئله هست. کدوم مسئله هست؟ اینکه من در زیبایی هایی که در چهره شما میبینم دقت نمیکنم، ولی اگه موجه‌ای زیر یه چشمت افتاده باشه اون جلب توجه میکنه. یعنی ذهن ما عادت کرده که نیمه خالی لیوان رو ببینه. شاید یک روند تکاملیه و از منظر تکاملی که ما بتونیم همدیگر رو اصلاح بکنیم. خب به اصطلاح دارم فکر میکنم که آیا در جفتگزینی هم همینطوره یا نه؟ یعنی اینکه آیا ما صرفاً ذهن جاندار معطوف به این میشه که زیبایی های فرد مقابلش رو ببینه یا نقصان و نواقصی که در فرد مقابل وجود داره هم ببینه. خب این رو اگر دقت بکنی ما یک جوانی داریم که تو دهه مثلا 20ش هست، 20 سالگیش هست تا 30 سالگی، و همین رو مقایسه بکنیم بین 30 تا 40 سالگی و بیشتر. خب در جفتگزینی اگه بخوایم راجعش صحبت بکنیم، توی اون بازه به اصطلاح اون دهه میتونم بگم سوم زندگی، یعنی 20 تا 30 سالگی، خیلی احساس غالبه و شما صرفا زیبایی ها رو دارید مشاهده میکنید. ولی بعد از اون دیگه کمتر زیبایی ها، یعنی دنبال این میگردی که یه عیبی در مقابلت پیدا بکنی یه انتخابش نکنی. همین باعث میشه که وقتی که وارد دهه 4 زندگی میشی انتخاب همسر برات یه قدری سخت‌تر میشه، به راحتی انتخاب همسر نمی‌کنی چون هی افراد رو داری حذفش می‌کنی. حالا برش گردونیم به اینکه چرا اخبار منفی در ما انقدر تاثیرگذار هست و ما دنبال اخبار منفی هستیم. چون که ما میخواهیم اگر دوباره برگردیم به عصر حجر میبینیم که ما داشتیم مراقبت میکردیم از خودمون و اطرافیانمون در برابر گزندی که چون خونه نداشتیم بایستی میرفتیم درون غار، چون که مواد غذایی به راحتی به دست نمی اومد بایستی فکر میکردیم که چطوری مواد غذایی رو جمع بکنیم و جای انبار بکنیم. در نتیجه دوباره از نظر زیستی یا بیولوژیک ما دائما دنبال این فرایند بودیم که از خودمون محافظت بکنیم. در نتیجه به اصطلاح اخبار منفی برامون از منظر تکاملی اهمیت پیدا کرده که اون چیزی که باعث گزند و آسیب به ما میشه رو شناسایی بکنیم و بتونیم در نطفه خفش بکنیم یا بتونیم اثرش رو کاهش بدیم. بنابراین میبینیم در روزهای اخیر، در ماههای اخیر، افراد به شدت زیادی دوباره داخل درون شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های خبری دنبال اون رژیم خبریه هستند که تحولات رو رصد بکنن و ببینن که اگر خبر بدی داره بیرون میاد بایستی چی کار بکنن، چطوری فکر کنن که مثلا باسکیاگورا رو میشناسی فرار بکنن از تهران و برن مثلا یه جایی در شمال در روستای باسکیاگورا قرار بگیرن که اتفاق کمتری براشون رخ بده. و همین خاطره که اخبار منفی رو ما رصد میکنیم در ذهنمون، در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های خبری، و اونقدر که الان ما داریم اخبار رو دنبال میکنیم دیگه سریال و تلویزیون و اینها رو نگاه نمی‌کنیم. رادیو دیگه از جریان زندگیمون تقریبا خارج شده. تعدادی کمتری میرن سینما. میدونید؟ متاسفانه. و همه اینها ناشی از این هستش که ما زمانمون رو با یه چیز دیگه داریم پر میکنیم. چیزی که خیلی هم خوب نیست. وقتی سینما میرفتیم حس خوبی بهمون دست میداد. خب بهرام بیضایی نگاه میکردیم، عباس کیارستمی نگاه میکردیم، خیلی حال خوبی بهمون دست میداد. الان دیگه اونا رو هم نداریم. جایگزیناشون رو داریم ولی زمانش رو نداریم که وقتی رو بهش اختصاص بدیم. و این کم کم میبینید که تو مغز ما پرتر میشه، مغزمون رو اشباع میکنه و دیگه محلی برای ورود خوبی ها درمون حذف میشه. خب و همه اینها باعث میشه که
ما از منظر جامعه شناختی به تدریج یک جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر ظاهری افراد به اصطلاح دفرم شده، چاق، بدشکل، به خاطر اینکه دائم نشستیم یه جایی و اون دکمه رو داریم فشار میدیم، اسکرول میکنیم این ور و اون ور رو نگاه میکنیم. بعد بدتر از اون اینه که به اصطلاح میریم سراغ جنگیری و رمل و استرلاب و عرضم به حضور شما پیشگویی نگاه میکنیم، چیزایی که از منظر دانش امروزی شاید خیلی جایگاهی نداره. یعنی توی اخبار دنبال این میگردیم که کی چه موردی رو داره پیش بینی میکنه که قراره چه اتفاقی بیفته و این حال هممون رو داره خراب میکنه و این حال فردی نیست. اگه بخوایم جمعش بکنیم اینجا، این حال فردی نیست، بلکه ما قطره‌ای در این دریا هستیم که داریم به تلاطم در میایم و همه قطرات دارن به تلاطم در میان و این منجر به یک بی‌نظمی یا آنارشی اجتماعی میشه. و عوض اینکه شما فکر کنی که چطوری در خصوص آینده تصمیم بگیری، در خصوص آینده همسر و فرزند تصمیم بگیری، در مورد اطرافیانت فکر کنی و بدونی که چطوری میتونی اونها رو کمکش بکنی، درگیر یک سری مسائلی میشی که خودت هیچ تأثیری روشون نداری. این در اصل اون رژیم خبری است. یعنی شما داری جایی ورود میکنی که اثری نمیتونی بذاری، بلکه اثر میپذیری و این جدای از اون رسالتیه که به اصطلاح مقام الهی در اختیار تو قرار داده که تو باید اثرگذار باشی، ولی نه تنها نمیتونی اثر بذاری بلکه اثر میپذیری و این خوب نیست. این که شما فرمودین انسان‌های نخستین توی غار زندگی میکردن، در واقع ما این رو به ارث بردیم. یعنی اون کسی که خبرهای منفی رو میپذیرفته و متوجهش میشده، با شنیدن یک صدای یه حیوان وحشی بلافاصله جمع جور میکرد و خانواده‌اش رو نجات میداده و فکر نمیکرده که چیزی نیست. یعنی یه آدم مثبت‌گرا در اون زمان حتما توسط اون حیوان درنده خورده میشده. پس فقط کسایی زنده میموندن که اون خبر منفی رو میشنیدن و تاثیرپذیری زیادی میگرفتن. پس ما در واقع آینده های اون افراد نخستینی بودیم که زنده موندن، یعنی اخبار منفی رو شنیدن و تاثیر گرفتن و این تاثیرپذیری تو ما وجود داره. اخبار منفی به ما خیلی تاثیر بدی رو داره. مسئله بعد اینه که شبکه‌های اجتماعی توی این جایگاه چه نقشی دارن و ما چقدر داریم از این شبکه‌های اجتماعی داریم اثر منفی میگیریم. همونطور که جلوتر خدمتتون گفتم این اثر خیلی زیاده، یعنی زیاد و زیادتر داره میشه و ما به عنوان انسان عاقل که اسممون از نظر جنس و گونه رومون هست که قدرت اندیشیدن داریم، بایستی بتونیم این فرایند رو مدیریت بکنیم و برای مدیریت این فرایند ما لازم داریم که برنامه داشته باشیم. پادکستی که امروز در خدمتتون هستیم بخشی از اون برنامه است که اگر یه جایی غفلت کردیم به خودمون بیایم و بازنگری بکنیم در رفتارهامون. میتونیم مثلا روزهای بدون خبر داشته باشیم، خبر رو دنبال نکنیم. میتونیم زمان مراجعه به شبکه‌های اجتماعیمون رو محدود کنیم. کمتر وارد شبکه‌های اجتماعی بشیم. میتونیم موقعی که گوشیمون رو دستمون میگیریم به این فکر بکنیم که بهتر نیست که با پسرمون، با دخترمون، با همسرمون وقت بگذرونیم، چون که داریم این فرصت‌ها رو از دست میدیم و شاید به اصطلاح غافل بشیم از این فرایند که این زمان‌ها به عقب بر نمیگرده. بنابراین مدیریت زمان منجر خواهد شد که ما بتونیم مدیریت رژیم خبری داشته باشیم و اجازه ندیم که مغزمون بی جهت چاق و بدشکل بشه. همونطور که ما رژیم غذایی داریم و مراقبت میکنیم که اطراف سینه و شکممون زیاد رشد نکنه و چاق نشه و چربی رو خودش نگیره، نباید بذاریم مغزمون که یک مخزن چربی هست از غذا، میتونم بگم شاید کلمه خیلی قشنگی نباشه، خزعبلاتی که
شبکه‌های اجتماعی دارن تزریق میکنن به ما پر بشه و محدود کردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حد مثلا 3 تا 1 ربع در طول روز مثل وعده غذایی میتونه هم اون میل و اشتیاق و نیازی که به اون دریافت خبر رو داریم پر بکنه، همین که به اصطلاح زمان زیادی رو تخصیص ندیم و درون اون آبشار خبری نیفتیم و از اون بالا سر نخوریم بیفتیم پایین که اون بدشکلی ذهنی پدید بیاد و آثار طبیعی که در بخش اول صحبتامون بهش اشاره کردیم برامون شکل بگیره. و ماشاءالله انقدر هم چنل ها و شبکه های خبری زیاد ایجاد شده که تو گوشی هر کسی که نگاه بکنی میبینی که وقتی گوشی رو باز میکنی تو هر یک از این اپلیکیشن ها میبینی که 7-8 تا شبکه خبری به شکل چنل یا اکانت خبری وجود داره. هر کدوم هم نگاه میکنن و اطلاعات رو هم پخش میکنن، یعنی هی فوروارد میکنن واسه این و اون که آقا مثلا ببین الان این خبر پخش شده و بی خود و بی جهت یک خبری که معلوم نیست صحتش در چه اندازه است پخش میشه، مردم آسیب میبینن از این اخبار و چه باید کرد؟ یعنی ما باید یک راهی داشته باشیم که جلوی اینها رو بگیریم تا بتونیم کمتر آسیب ایجاد بکنیم، یعنی خودمون توجه بکنیم هر خبری رو بازنشر نکنیم. این نکته خیلی مهمی هستش که شما داری بهش اشاره میکنی، یعنی بازنشر مسئولانه اگر نیاز داریم. منو یاد اون صحبت یه بزرگی میندازه که میگه که اگر داشتم فکر میکردم که من یه رسالتی دارم و میتونم تحول آفرین باشم، بنابراین باید دنیا رو عوض بکنم. بعد یه ذره دیگه فکر کردم دیدم که خب من که نمیتونم دنیا رو عوض بکنم، بیام کشورم رو درست بکنم. بعد همینطوری سلسله مراتبی و به این نتیجه رسیدم که اول باید خودم رو درست بکنم. در اصل من دارم به این یا نباید به این انبار مهمات که اون رژیم خبریه خودم افزونه‌ای داشته باشم، خودم باروتش رو بیشتر بکنم و بنابراین اگر من بی جهت اخبار رو بازنشر ندم، از من شروع شده، ولی میتونیم این پیام رو بازنشر بدیم تو این پادکست که اگر پیامی دریافت میکنید بر این باور باشیم که دیگری همین پیام رو داره دریافت میکنه. بنابراین ما در گسترش این خبر تلاش نکنیم، یعنی که اون رو بیش از پیش پخشش نکنیم، ضمن این که اگر دیگه نمیتونیم واقعا خودمون رو کنترل بکنیم مطمئن بشیم که این خبر راستی آزمایی شده و درست هست و از خودمون بپرسیم که آیا بازنشر این خبر حال بغل دستیمون رو اون کسی که داره دریافت میکنه بهتر میکنه یا ناخوشایندش میکنه، یا خبر ناخوشایندیه حال ناخرسندش میکنه، ناراحتش میکنه. به عبارت دیگه‌ای برگردیم به فرانس‌های قبلی صحبتمون و اونم این بود که آیا دریافت اخبار کمکی به حال ما میکنه و ما میتونیم اثری در تغییرش داشته باشیم یا خیر؟ اگر نمیتونیم داشته باشیم چرا به اصطلاح داریم تلاش میکنیم اگرچه ناخواسته است حال دیگری رو بد بکنیم؟ و باید مراقب این مسئله رفتاری در زندگی روزمره‌مون باشیم. خیلی مهمه، باید حواسمون باشه به این قضیه که اخبار منفی تأثیر بسیار شدیدی رو روان ما میذاره. حالا همونطور که گفتم حتی روی هورمون‌ها، روی سیستم بدنیمون این اثر رو میذاره. حال اگر ما با بازنشر یک خبر نادرست این حال بد رو به دیگران نشر بدیم، آیا این کار یک کار درسته؟ ما بیایم جامعهمون رو ناتوان بکنیم از نظر روانی به خاطر اینکه واقعا به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم، یعنی با بازنشر دادن یک خبر نادرست نابجا شما میخواید به چه نتیجه‌ای برسید؟ پس تلاش بکنیم حداقل اینکه این اخبار رو بازنشر ندیم، حواسمون باشه که با روح و روان دیگران زیاد بازی نکنیم. به عنوان پیام پایانی این پادکست من فکر میکنم که به این مسئله فکر کنیم که چه کارهایی رو باید یا نباید انجام بدیم
که اثر اون رژیم خبری رو به حداقل برسونیم. به کرات اینو شنیدیم که به اصطلاح نور باعث میشه که اون چیزی رو که ما به اسم مغز سوم میشناسیم تحریک بکنه، نور آبی به خصوص. بله. و باعث میشه که اون رفتار دایورنال یا روز و شبی ما رو به هم بزنه. به تعبیر دیگه باعث میشه که خوابمون به هم بخوره و آرامش خواب نداشته باشیم. و وقتی که آرامش خواب نداشته باشیم، همه اون اتفاقاتی که جلوتر گفتیم داره برامون شکل میگیره. ما انتظار داریم که 6 تا 8 ساعت در شبانه روز خواب پیوسته داشته باشیم و مهمترین خواب پیوستمونم بهتره که از 9-10 شب شروع بشه تا صبح پیش بره، تا ما بتونیم دوباره خواب و رویا ببینیم. دیگه نمیبینیم و داریم کابوس میبینیم در خواب و این خوب نیست. چقدر بده که نشأت گرفته است همین رژیم خبریه که جلسه امروزمون بهش برمیگرده. و همین خاطره که قبل از اینکه بخوابیم بهتره به چیزای خوب فکر کنیم، نه به اخبار منفی نگاه بکنیم، چون از یک سو داریم نور دریافت میکنیم که آرامش خواب ما رو به هم میزنه و از سوی دیگه داریم اخبار منفی دریافت میکنیم که باز هم آرامش خود ما رو به هم، خواب ما رو به هم میزنه و این مسئله رو تشدید میکنه. و این مقوله مهمیه که در رفتار فردیمون بازنگری بکنیم. از یک سو از منظر این که برای خودمون داریم اصلاح میکنیم و از سوی دیگه داریم در اطرافیانی که ناظر بر رفتار ما هستن اثر میذاریم. چرا که اگر ما در موقع خواب به اصطلاح گزارش خبری داریم نگاه میکنیم و بچه‌مون احیانا داره مسواک میزنه و از پیشمون داره رد میشه، این رفتار رو میبینه، این رو داریم تکثیر میکنیم، این رفتار نامطلوب رو داریم تکثیرش میکنیم، حداقل در خانواده خودمون. نه تنها حال خودمون خوب نمیشه، بلکه حال اطرافیانمون رو هم بهشون داریم یاد میدیم که اونها چطوری بد بشن. و گفتم ما در یک فرایند تکوینی و تکاملی همیشه به سر میبریم و ممکنه در لحظه فکر کنیم فقط به فرزندمون داریم منتقل میکنیم، ولی این شکل میگیره و در نسل‌های مختلف ادامه پیدا میکنه. بنابراین یه بازنگری رفتاری به ویژه در زمان خواب ما نیاز داریم. نکته دیگه‌ای که داریم این هستش که ما اگر به دام رژیم خبری میافتیم به چه منابع خبری تکیه بکنیم. اصلا باید تکیه بکنیم. سوالی که وجود داره اینه، اصلا باید تکیه بکنیم. گفتم بهتون جلوتر که ما با یک بیزنس خلق ثروت مواجه هستیم و هر بیزینسی، هر صنعت تجاری به فکر خودشه، نه به فکر دیگران. بنابراین لازمه اون بیزنس خبرسازی این هستش که در درون اخباری که منتشر میکنه اخباری رو هم بخورونه به ذهن و مغز ما که بتونه مخاطب بیشتری رو جذب کنه و در نتیجه کلیک خورش بیشتر بشه و بتونه بگه که من برترین خبرساز جهان هستم، برترین خبرساز ایران هستم و رقیبی ندارم. ولی یادمون باشه که همه شبکه‌های خبری سوگیری دارن. خیلی دور نریم، در انتخابات آمریکا رو داریم نگاه میکنیم، ببینیم که فاکس نیوز طرفدار آقای ترامپ هست، در نتیجه خبرهای خوشایند اون فرد رو منتشر میکنه و بازنشر میده. و از طرف دیگه CNN یک شبکه دموکرات مخالف جمهوری خواه است و هر چیزی که میتونه تلاش میکنه که از جمهوری خواه و از آقای ترامپ بد بگه. حتی مفسرین خبری که دعوت میکنه در اون شبکه که جمهوری خواه هستن خیلی ملو از آقای ترامپ حمایت میکنن. یعنی گزینشی افراد انتخاب میشن برای بازنشر خبرهایی رو که ما دوست داریم بشنویم یا نشنویم. خب بنابراین مراقبت بکنیم که هیچ شبکه خبری به قول عربا علیه السلامی نیستش و بنابراین ما خیلی تحت تاثیر قرار نگیریم. یه نکته است.
و نکته‌ای که امروزه خیلی زیاد داریم مشاهده میکنیم اینه که متاسفانه آن چیزی رو که ما فکر میکنیم در ذهنمون درسته اون رو بازنشر میدیم و موارد دیگر رو بازنشر نمیدیم. به طور کلی اصل اولمون اینه که بازنشر ندیم. اصل دوممون اینه که همیشه به این مسئله فکر کنیم که شاید اون چیزی رو که ما فکر میکنیم درسته خیلی هم درست نباشه. یادمون باشه که ما از اخباری که دریافت میکنیم صرفاً حباب‌های روی آب رو داریم مشاهده میکنیم. این یک اقیانوسیه که عمقش کیلومترهاست و آن چیزی که ما میبینیم اون ترکیدن حباب‌های روی آب صرفاً. بنابراین پشت شبکه‌های خبری برای جهت دادن به افکار و اذهان ما سیاست‌های گسترده‌ای نهفته است که اگر مراقبت نکنیم حال خودمون، حال اطرافیانمون و حال جامعهمون رو خراب خواهیم کرد. و این نکته خیلی مهمیه که مراقبت بکنیم و خیلی توجه نکنیم به شبکه‌های خبری. خبر رو صرفاً برای شنیدن استفاده بکنیم. برای آگاهی داشتن. این به این معنی نیست که ما کلاً هیچ خبری رو بذاریم گوش ندیم و بگذاریم کنار. خب نگاهمون این باشه که فقط آگاهی داشته باشیم و جریان‌ها رو دنبال بکنیم و صرفاً دنبال بکنیم. یادمون باشه که ما نمیتونیم خیلی اثرگذار باشیم در تغییر روند اخبار. بنابراین داریم انرژی خودمون رو صرف کاری میکنیم که خیلی نمیتونیم نقشی درش داشته باشیم. خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود. من از این برنامه امروزمون خیلی لذت بردم. خیلی لطف کردین. بهتون قول میدم که برای برنامه‌های آیندهمون حتما از آقای دکتر استفاده بکنیم، به خصوص برای برنامه بعدی که میخوایم جایگزین‌هایی که در رابطه با سوشال مدیا وجود داره رو بهتون معرفی کنیم. احتمالاً برنامه‌های خیلی زیادی رو آقای دکتر تو ذهنشون دارن که به عنوان آلترناتیو و جایگزین برای ما میخوان معرفی بکنن. خیلی لطف کردین. خیلی واقعا برنامه خوبی بود. من میخوام برای آخر مطلب این رو بهتون بگم که ما نسبت به ذهن و روان خودمون مسئولیم و حواسمون باشه که این ذهن رو باید سالم نگه داریم، نه اینکه با اخبار نادرست این ذهن و روان رو تخریب بکنیم و بدتر از اون اینکه بخوایم دیگران رو هم وارد این قضیه بکنیم و درگیرشون بکنیم، ذهن اونا رو هم آلوده بکنیم. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشین. این اپیزود خیلی خوبی بود. در این مسیر اطلاعات امیدوارم که توی این ترافیک اطلاعاتی خوب رانندگی کنید. با امید دیدارتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.